تو گفتی پوستشونو میکنی؟ من چیزی نگفتم. برو پوستشو بکن ببینم. من چیزی بهشون برو نگفتم. پوستشو بکن ببینم. میگم من چیزی بهشون نگفتم. ببین پوستتو میکنم، فهمیدی؟ خب آقای مجید بیاتینیا، پسر شما آسیب دیده درسته؟ بله آقای. مدعی هستی که به خاطر اهمال و قصور مؤسسه مالی اعتباری و مدیریت مجموعه فضای سبزی اتفاق افتاده. بله آقای. خب یه توضیح بده راجع به شکایتت. آقای قاضی، خانم و بچم رفته بودن بیرون. خانم بچه مو برای پارک یکم بازی کنه. بچم داشته بازی میکرد، از پایه کولر آویزان میشه، برق میگیرش. آقای قاضی زبان بسته دیگه نان نداره. خانه افتاده، خیل بدم میشه داره ازش پرستاری. من حالش خراب بود، نمیتونستیم بیاریم. خیلی خوب، خانم بیاد توی جایگاه. خب تعریف کنین که اون روز چه اتفاقی افتاد. آقای قاضی، من با پسرم آیدین از در خونه اومدم بیرون که یکم خرید بکنم. بعد کاش اصلا از در خونم آقای قاضی بیرون نمی اومدم که برم یکم خرید بکنم. گفتم برم یکم تو پارک بشینم، خستگیمو در بکنم، خسته شده بودم. بعد بچم هم یکم هواش عوض شه، بازی بکنه. بعد دیدم بچم رفت سمت کولر، پایه کولر رو گرفت که باهاش بازی بکنه. بعد یه دفعه دیدم این بچه داره به خودش میلرزه، تا رسیدم بهش این بچه آغوش رفته بود، بی‌حال شده بود. خدا بهش رحم کرد که میله از دستش جدا شد. مردم زنگ زدن به اورژانس درجا اومد این بچه رو برد بیمارستان. آقای قاضی 6 ماهه که بچه من زندگی درستی نداره، اصلا زندگی نکرده بچه من. روزی 100 بار به خودم میگم ای کاش از در خونت بیرون نمی اومدی، ای کاش برای که استراحت کنی 2 دقیقه نمیرفتی تو پارک بشینی. خب آقای صاحبی، شما وکیل مؤسسه مالی اعتباری هستی دیگه؟ بله. بسیار خوب. شما گزارش کارشناس حوادث دادگستری رو که خوندی؟ بله. معتقده که کولر نقص فنی داشته، قبول داری؟ متاسفانه بله. باید عرض کنم خدمتتون سیستم سرمایه‌داری مؤسسه ما توسط شرکت سازنده کولر طراحی و نصب شده. پس اگه قصوری این وسط شکل گرفته باشه توسط شرکت سازنده کولره. و الا مؤسسه ما که خودش نمیاد سیستم سرمایه‌داری رو نصب کنه. مگه کسی که کولر رو نصب میکنه گارانتی نمیکنه؟ خیر، اما تعهد اما نداره برادر من. مگه شما کولرتون رو هر سال سرویس نمیکنین؟ من مطلع نیستم آقای. کی مطلعه؟ ایشون بیاد جای شما صحبت آقای قاضی کنه. من در جریان نیستم، اما طبعا این اتفاق صورت گرفته. شما کولرتون رو چک نمیکنین هر چند وقت یه بار؟ آقای قاضی